هموطنان ارجمند و فستیوال بهاری 2024 خوش آمد. امروز با شرافت استقلالیت دولتی و کوشش‌های اساسگذاران صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مردم سربلند تاجیکستان جشن بین المللی نوروز را در فضای صلح و ثبات، آرامی و آسودگی و وحدت ملی استقبال می‌گیرند. عید نوروز از جمله اوین‌های نیاگان ما است که از فرارسی فصل زیبای بهار و ابتدای سال نو اجدادی خبر می‌دهد. ای جان من وطن، ای جان من وطن، ای افتخار و نام و سرشتان من وطن. اگر آزردمت باره پشیمانم امید و آرزویم باز دیداری تو میخواهم. یارد منم یاری جان یارد منم، یارد منم یاری جان یارد منم، دل بر و دل دارم نزارم ساقی می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارم کس نیست در این دم وفادار شمادم دل سوز و دل آگاه دل افکار شمادم حرکت به گل مانم تنم ماهیرم رگشت مکان